امروز در خوجند مرافع دادگاهی خبرنگار روزنامه نگاه قمر احرار برای اطاعت نکردن به امر پلیس شروع شد. پلیس شهر خوجند دعوا دارد که روزنامه‌نگار منطقوی نشریه نگاه و رسانه اینترنتی تاج نیوز هنگام برگزاری مسابقه مشت‌زنی در تالار ورزشی خوجند روز 6 آگوست به امر کارمندان پلیس که به وی از مسافه نزدیک به رینگ نواربرداری را منع کردند اطاعت نکرد. از روی شکایت ظفر صفیف معاون سردار شعبه کارهای داخلی خوجند خبرنگار را به پلیس برده علیهش مطابق بند 479 کودکس مرافعوی تاجیکستان پرونده باز شد. خود قمر احرار دعوای پلیس را ساخته مینامد چون میگوید این دعوا به هنگام اجرای وظیفه های کسبی ژورنالیستیش پیش آمده است. امروز مرافعه برگزار شد و دعوای جانب میلیسه ها که گویا در اطاعت نکردن ما به اونا خودشون جبر دیده احساس میکنند، جبر دیده فکر میکنند، اصلا وجود ندارد، اساس ندارد، چون که در همون مسابقه بین الخلقی باکس من در قطار دیگر همکسبان به صفت ژورنالیست اشتراک میکردم و وظیفه های کسبیم رو به اجرا میرساندم، عکس میبرداشتم، نوار میبرداشتم. قمر طوری در دادگاه میگویند شما به هنگام سر زدن ماجرا سندهای ژورنالیستیتون را نشان ندادید. دیگر شاهدان این چیز را خودشان رد کردند و گفتند وقتی که قمر احرار به جانب صفیف ظفر می آمد همراه همون حجت روزنامه‌نگاری خود را نشان میداد و خود را معرفی میکرد. یعنی امروز نشاندادی از خود نشاندادی شاهدا که یک رنگ نیست و با دیگر مخالفت دارد برمی آید که واقعا من ژورنالیست برای اجرای وظیفه های کسبی هم رفته بودم، نه اینکه مثلا کدام یک امر کارمند میلیسه را و نه اینکه به کدام یک امر کارمند میلیسه اطاعت نکرده باشم. تشکر. دادگاه خوجند به پرسیدن نظر شاهدان پرداخته است.